دوستان عزیز سلام. یکی دیگه از درس‌های آموزش زبان کردی. جلسه قبل در مورد حرف صدادار ا یا همون فتحه صحبت کردیم. امروز در مورد حرف صدادار کوتاه او که در زبان کردی به این شیوه نوشته میشه. در واقع یک واو هست، یه علامت هفت روش هست. این علامت هفت واو عادی رو تبدیل به او میکنه. در واقع در زبان کردی ما هر حرفی که بر زبان میآوریم، هر صدایی که بر زبان میآوریم نوشته میشه، در حالی که در زبان فارسی اینطور نیست. در زبان فارسی این کلمه خور خونده میشه، خور، و این ضمه اصلا نوشته نمیشه. سالهای اول ابتدایی و دوم ابتدایی اینا نوشته میشه ولی بعدا نوشته نمیشه. هر کسی که یه زبان دیگه، زبان اهل ملیت دیگه باشه، نمیتونه بدون این فتحه و کسره و ضمه فارسی رو بخونه مگر اینکه تسلط کامل به زبان فارسی داشته باشه. اما فرق زبان فارسی با زبان کردی در اینه که در زبان کردی این ضمه هم نوشته میشه. یعنی در واقع این خور اینجوری نوشته میشه. این هفت این واو تبدیل به او میکنه. خور. خور در زبان کردی خور به معنای خورشید هست. خورشید یا آفتاب. خور. مثلا هر کلمه کور در زبان فارسی به این شیوه نوشته میشه. یعنی که ضمه میذارن که همیشه حذف میشه و اینطوره. وقتی که ما یک کلمه رو ببینیم در زبان فارسی، این کلمه میتونه به چند شیوه خونده بشه. کر یا کر یا کور. همه اینا میتونه خونده بشه، فقط باید طرف مسلط به زبان فارسی باشه. اما در زبان کردی ما هیچ حرفی رو نداریم که به چند شیوه خونده بشه، بلکه اگه کر باشه اینطوری نوشته میشه. این ه نشانه فتحه هست. اگه کر باشه اینطوری نوشته میشه. این یه هفت دار نشانه ای هست و اگه کور باشه اینطوری نوشته میشه. پس در واقع یک کلمه‌ای که در زبان فارسی به چند شیوه میتونه خونده بشه و اشتباه لفظی ایجاد کنه، در زبان کردی اصلا این امکان 100% دیگه از بین میره که طرف اشتباهاً یک کلمه‌ای رو عوضی بخونه. پس ما الان مثلا برای مثال یک کلمه‌ای داریم به نام سس. سس در زبان فارسی اینطوری نوشته میشه. اگه بخوای بنویسی سس اینجوری نوشته میشه. بخوای بنویسی سس باز اینجوری نوشته میشه. همه اینا به یک شیوه نوشته میشن. اما در زبان کردی اینطور نیست. در زبان کردی سس اینجوریه، سس اینجوریه و سس اینجوریه. پس در واقع هرچه خونده میشه، هرچه بر زبان میاد اون نوشته میشه. حالا ما یه سری مثال کردی دیگه میذاریم. کلماتی مثل در زبان کردی به شمع میگن موم. این هفت به معنای اینه که واو میشه او. دیگه این موم خونده نمیشه، این موم خونده میشه. یا مثلا کلمه بر در زبان کردی همون به معنای رنگ خاکستری هست. دیگه این بور خونده نمیشه، بر. بنابراین کسانی که فکر میکنن کردی رو که نوشتن روی هر واوی یه هفتی بذارن، باید متوجه باشن که هر جایی نمیشه هفت گذاشت.
این فقط در زمانی که این واو صدای او بده. در غیر این صورت حتما باید این هفتو حذف کنن. یا مثلا کلمه‌ای داریم به معنای چونی. چونی. شاید فارس زبون اینو چونی بخونه. این غلطه. چونی نیست. این یه هفت روشه و او خونده میشه. چونی یعنی چطور هستی. یا مونی. مون به معنای کسیه که اخماش تو همه. مونی یعنی اخمات تو همه. این یه سوالی هست. یعنی مون هستی در واقع. مون به معنای کسی که اخماش تو همه. و دیگه این مون خونده نمیشه. این هفت نشانی اینه که این ضمه داره. یا این کلمه. این کلمه فارسیه. میشه دوست. همین کلمه یه هفت روی این بذاریم میشه کردی. میشه دوست. دوست. همون معنای دوست کردی فارسی رو میده. البته بعضی وقتا این به معنای عشق هم میاد. یعنی معشوق. ولی این هفت که روش میاد میشه دوست. دیگه اینو نمیشه در زبان کردی دوست تلفظ کرد. خواهشاً کسانی که میخوان و سوال دارن که چه زمانی دوباره متوجه نشدن که این واو هفت میگیره این واو، در کامنت ها بهم بگن، سوال بپرسن و هر کلمه‌ای که خواستید بهم بگید، من براتون شرح میدم. این ویدیو بدون نام و هیچ آدرسی پخش میشه. خودتون میتونید شیر کنید و برای دوستاتون بفرستید.